فرصت دارم که هم با دوست گرامی دانشجوی فعال حسن زارزاده اردشیر صحبت بکنم و هم با دکتر مسعود نقره‌کار که به هر دوشون علاقمند هستم. هر دوشون آدمایی هستن که در طول مدت مبارزهشون ثابت کردن که تحت هیچ شرایطی وجدان و شرفشون رو نمیفروشن، ولی مقاومن. همینطور که حسن زارزاده اردشیر بود، زندان بود، آمد بیرون، فعالیتاشو متوقف نکرد، حتی بهش شغل دادن. گفت من در این شغلی که بایستی وجدانم و این کارام بذارم زیر سرم یا بذارم زیر پام نمی کنم، من میخوام آزاد باشم و انتخاب کرد. بگذاریم گفتگو میکنم با آقای حسن زارزاده اردشیر. آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز و درود بر هموطنان. چی شد تصویر؟ در یکی از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام لغو شد. خواستم اینو هم اطلاع هموطنان برسونم و هم خوشحالی خودم رو ابراز کنم و امیدوارم که مجازات اعدام در سراسر دنیا برچیده بشه. خبر خیلی خوبی بود آقای اردشیر. من امیدوارم که کشورهای بیشتری حداقل به این فکر بیفتن که با حذف فیزیکی انسانها نمیشه دیگران پند بگیرن. چه بسا که وقتی که شما یه نفر میکشید، اعدامش میکنید به عنوان دولت یا به عنوان یه ایالت، بعد از چند سال چندین مورد پیش اومده معلوم میشه این آدم بیگناه بود، دیگه اون موقع نمیشه برگشت. و این آدمایی که دست به جنایت فجیع میزنن بیشتر بیمارن. حالا خیلی خوشحالم که در ابتدای صحبتتون آقای اردشیر به این مسئله توجه کردید. اما البته میدونید که الان در ایران هم خیلی زندانیان سیاسی در زیر حکم اعدام هستن و شرایط خیلی بدی دارن. اخیراً هم آقای حبیب الله گلپری رو از ارومیه از سنندج به سمنان تبعید کردن به یه زندان دیگه که در کنترل باشه و نگرانی نسبت به اعدام او وجود داره. همینطور آقای شیرکو معارفی، زانیار مرادی، لقمان مرادی و چند نفر دیگر که این مشکلات رو دارن و هر آن ممکنه این بلا سرشون بیاد. به هر حال امیدواریم که هیچ وقت حکم اعدام در دنیا اعمال نشه. آقای اردشیر شما، من شنیدم که در کانادا یک اعلامیه‌ای داده شده در نشریات مختلف این کشور بشه. جریان چیه؟ شما شرح بدید برای همیهنان ما. خواهش میکنم. یک سازمانی در کانادا وجود داره به اسم بنای برت که یک سازمان کلیمی کانادایی هست و طرفدار اسرائیل. گفته میشه که اعضای هیئت مدیره این سازمان که در شهرهای مختلف کانادا شعبه داره و البته بنای برت یک سازمان بین‌المللی هم هست در این حال، آمدند و همزمان با ورود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کانادا، یعنی 2 ماه پیش تقریبا، آگهی رو در روزنامه نشنال پست و چند تا از روزنامه‌های کلیمی و یهودی در کانادا منتشر کردند که هم به بنیامین نتانیاهو خوش آمد بگن و همین که عکس احمدی نژاد و عکس خشایارشاه رو در کنار هم قرار دادن و مطرح کردن که خشایارشاه دستور قتل عام یهودی‌ها رو داد و الان هم احمدی نژاد همون اجندا و همون فکر رو در سر داره. در واقع این آگهی به نوعی جمهوری اسلامی رو خطاب قرار میده، ولی از طرفی هم تاریخ و فرهنگ ایرانی رو زیر سوال میبره و از سوی دیگری مردم ایران رو نشانه قرار میده، به خاطر اینکه این مردم ایران هستند که در کشور زیر فشار هستند و شدیدترین ناراحتی ها و شکنجه ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی رو دارن تحمل میکنن به خاطر سیاست های اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی و همینطور جامعه بین المللی. بنابراین ما به عنوان
جمعی از نمایندگان یا گروه‌های ایرانی کانادایی در اینجا دور هم جمع شدیم و خوشبختانه در اولین جلسه ما نزدیک 30 نفر حضور پیدا کردن از گروه‌های مختلف، طیف‌های مختلف، نه گروه‌های سیاسی فقط بلکه گروه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و هر کسی که دغدغه داشت. و ایده این مسئله زمانی شروع شد که یک جشن نوروزی در پارلمان اونتاریو توسط آقای دکتر رضا موریدی که نماینده مجلس استان اونتاریو هست در اینجا، این جشن رو ترتیب داده بود که تعدادی از هموطنان اونجا این روزنامه رو در دست داشتن، به همدیگه اطلاع دادن و از همدیگر دعوت کردن و هسته اولیه جلسه تشکیل شد. بعد از بیش از 10 جلسه در 2 ماه گذشته و در طی این روند به اون سازمان بنایبرت نامه‌نگاری شد و اعتراض شد که چرا تاریخ و فرهنگ ایرانی رو زیر سوال بردن. همچنین به روزنامه نشنال پست نامه نوشتیم و این روزنامه نامه رو درج کرد. اون سازمان هم جواب داد به اون روزنامه دوباره. و جای خوشبختی هست که این سازمان ابراز کرد که در پاسخ به مخالفت و اعتراض ما که مسئله ما مردم ایران نیستن، ما از حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم، مسئله ما جمهوری اسلامی هست که الان خطری برای ما هست. خب خشایارشا چی گفتن؟ در واقع این موضوع رو به عنوان یک بحث مطرح کردن که ما باید بنشینیم و راجبش صحبت بکنیم. ما دلایل خودمون رو آوردیم و در یک نامه چند صفحه‌ای توضیح دادیم که در روزنامه‌های محلی هم از جمله در مجله شهروند، تورنتو ایران استار و مجله سلام تورنتو و چند نشریه دیگر این مسئله مطرح شد و حتی نامه‌هایی که ما نوشتیم به فارسی در اینجا، حالا شاید اینجا خیلی مشخص نباشه، ترجمه فارسی اون رو چون نامه‌ها به انگلیسی بود منتشر کردن و این هم آخرین، این البته کوچک هست اینجا خیلی مشخص نیست، به صورت کوچک در یک مجله فارسی یا ایرانی این آگهی ما چاپ شده. این یک آگهی است که ما همین شنبه گذشته در روزنامه کانادایی نشنال پست منتشر کردیم و در روی این مجله و در روی این آگهی نوشتیم We are one people و زیرش نوشتیم که History binds Iranian Jewish friendship، یعنی ما یک مردم هستیم و تاریخی که در واقع ما به اون اتکا میکنیم نشون میده که این دوستی بین ایرانیان و کلیمی ها و یهودی ها برقرار بوده و با پیام صلح و دوستی ما این آگهی رو منتشر کردیم بدون اینکه اون سازمان رو البته این بار خطاب قرار بدیم، برای اینکه ما در این آگهی که هزینه زیادی رو هم میطلبید که به اون روزنامه بدیم تا چاپ بکنه، البته در پاسخ به اون آگهی اولیه‌ای که اون سازمان داده بود به هر حال با مساعدت و همکاری بسیاری از ایرانیان در تورنتو توضیح دادیم زیر آگهی که هدف ما چی هست و از طرفی هم این نکته رو برجسته کردیم در زیر آگهی که ما با جمهوری اسلامی فرق داریم و اونچه که احمدی نژاد هولوکاست رو رد میکنه، به یهودی‌ها حمله میکنه و اقلیت‌های مذهبی رو زیر فشار قرار میدن، این مسئله جمهوری اسلامی هست و مردم ایران با این مسائل کاملا مخالف هستند و ما به عنوان جمعی از ایرانیان چنین در واقع فکری رو داریم که مطرح میکنیم و خوشبختانه این اقدام بازتاب خیلی مثبتی داشت در جامعه ایرانی کانادایی و قاعدتاً ایرانیان در دیگر نقاط دنیا هم مطلع میشن و از طرف دیگه برای اولین بار بود که بسیاری از ایرانیان دور هم نشستن و به یک چنین اقدامی پاسخ مثبتی دادن و حتی از نظر مالی هم ما به مشکل نخوردیم، ایرانیان کمک کردن و این کار انجام شد، به خصوص که این نوع اقدامات که در واقع یک تبلیغاتی هست به ضرر مردم ایران شرایط رو برای برخوردهای سخت‌تر با مردم در سراسر دنیا و حتی داخل ایران هم فراهم میکنه و خب از طرف دیگری راه رو باز میکنه به این که ما در آینده بتونیم با همدیگر گروه‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی همکاری‌های بهتری داشته باشیم برای مسائل دیگر که من این رو به فال نیک میگیرم آقای فرجی و البته در رسانه‌ها هم
گزارش این اقدامات ما پریروز کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که به مردم گزارش بدیم چه شد در این پروسه، که رسانه ها هم این رو قرار هست که پوشش بدن. خب راجع به این جلسه خودتون صحبت کردید. حالا سوال من از شما راجع به نشست واشنگتونه که عده در اون شرکت کردن با افکار گوناگون و بسیار بحث انگیز شده. نظر شما نسبت به نشست واشنگتن چیه؟ آقای فرجی، در مورد نشست واشنگتن من همونطور که در گذشته در مورد یه توضیح مختصر اول بدید بعد نظرتون رو بگید راجع به این نشست چه جوری بوده. شاید عده زیادی همیهنان ما ندونن اصلا این نشست چی بوده. بله، در شنبه و یک شنبه همین هفته‌ای که گذشت جمعی از ایرانیان فعال در حوزه سیاست دور هم نشستن در واشنگتن و اعلام کردن که میخوان یک کنفرانسی رو برگزار بکنن برای اینکه راه‌های پیش روی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رو بررسی بکنن و در واقع همون بحث قدیمی اتحاد و ائتلاف اپوزیسیون هست و این بار با یک زاویه دید متفاوتی نشانه گذاری شده و با این عنوان بررسی راه‌های پیشرو و پروژه‌های مختلفی که گروه‌ها یا افراد ارائه میدن، که البته گفته شده که انگار نزدیک 8 پروژه رو مورد بررسی قرار دادن و 2 روز یا 3 روز به بحث نشستن و چند نفر اونجا سخنرانی کردن از شخصیت‌های اپوزیسیون و همینطور شخصیت‌های اصلاح طلب، افراد نزدیک به جمهوری اسلامی و از این طرف افراد که شدیداً مخالف رژیم هستن و خواهان براندازی هستن. یعنی از اون نقطه تا این نقطه شما در نظر بگیرید که افراد متفاوتی در این نشست حضور داشتن. من همونطور که در گذشته با هم بحث کردیم در مورد نشستی که در یادتون باشه استکهلم سوئد برگزار شد به عنوان نشست اولاف پالمه، یعنی مرکز اولاف پالمه در سوئد میزبانی کرده بود ولی از سوی ایرانیان برگزار شده بود. من دید انتقادی نسبت به اون اجلاس داشتم و به این اجلاس هم با همین دید انتقادی نگاه میکنم. خود من هم امکان حضور داشتم ولی شرکت نکردم به خاطر ترکیبی که در این نشست دیدم و روش کار علاقه من نبودم حضور داشته باشم. البته هر گونه حضور و دور هم نشستن نیروهای فعال رو به فال نیک میگیرم و خب قدم مثبتی میدونم، به خصوص که این حوزه اونقدر وسیع شده که افراد دیگر مثل سابق با همدیگر درگیری و تنش ندارن و گروه ها و افراد خیلی راحت‌تر و مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز در کنار هم می نشینن و بحث میکنن و این رو واقعا باید به فال نیک گرفت و نشانه پیشرفت یا به نوعی باید گفت که نشانه پذیرش دغدغه دموکراسی خواهی و حقوق بشر دارد. ولی از سوی دیگر آقای فرجی ما باید بدانیم که به عنوان یک اپوزیسیون چه جایگاهی داریم، چه خاستگاهی داریم و با چه اهدافی داریم فعالیت میکنیم. ما نمیتونیم خودمون رو مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان جمهوری اسلامی و کسانی که میخواهیم در جامعه دموکراسی و حقوق بشر برقرار بشه بنامیم و از سوی دیگر با کسانی که برای بهبود چهره جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، اونهایی که برای تداوم و حفظ عمر جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، بنشینیم و مذاکره کنیم که میخواهیم در جامعه اصلاحاتی رو پیاده بکنیم. حالا این اصلاحات برای اصلاح نظام یا اصلاح پس از نظام بعد از انتقال قدرت، هر تعریفی که بخوایم اصلاحات رو بکنیم. در کنفرانس واشنگتن متاسفانه من دورادور شاهد این بحث بودم که افرادی علیرغم اینکه خب این کنفرانس نکات مثبتی داشت و افراد زحمت کشیدن، هزینه کردن و این کار رو انجام دادن، ولی این رو من دیدم که آقای فرجی ترکیب این نشست ترکیبی نبود که در واقع به ما کمک بکنه برای گذار به دموکراسی. در واقع افرادی در این نشست شرکت کرده بودند که از جمهوری اسلامی دفاع می‌کردن. من در ابتدای بحث هم یک دیر رسیدم ولی
توضیحاتی که شما میدادید رو کاملا باش موافق هستم که افرادی آمدن در خارج از کشور و صاحب کرسی هایی شدن، امکانات و مزایایی دریافت کردن در خود همین آمریکا به عنوان استاد مهمان، نمیدونم استاد دانشگاه، کسانی که در گذشته در رژیم جمهوری اسلامی بودن، نمیدونم مقامی داشتن، و حتی همین آقای موسویان که در جریان میکونوس چون متهم هست، الان در آمریکا ایشان در واقع به عنوان استاد دانشگاه و محقق داره فعالیت میکنه و زندگی میکنه. بعید نیست که در آینده یه نشستی هم برگزار بشه ایشون برگزار، یعنی با این ترکیبی که من دارم میبینم. برای اینکه در نشست واشنگتن افرادی میان از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنن و میگویند که اگر قانون اساسی یه مقداری اصلاح بشه و یه مقداری رژیم قبول بکنه اصلاحات حداقلی انجام بده، ما حاضریم بپذیریم. خب این قابل پذیرش نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته نشون داده که به هیچ عنوان قابل اصلاح نیست و ما نمیتوانیم به رژیمی که حتی اصلاح طلبان رو هم از قدرت بیرون کرده، کسانی که خودشون در تقویت این نظام، پایه‌گذاری این نظام نقش اصلی رو داشتن، کسانی که در دهه 60 در اعدام ها نقش داشتن، در کشتارها و شکنجه های دهه 70 نقش داشتن، امروز اونها به عنوان اصلاح طلب وقتی که دورشون تمام شد از قدرت کنار گذاشته شدن و الان بعضی از اینها دست به دست هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور در حال اپوزیسیون سازی هستند، در حال این هستند که در واقع چرخش قدرت رو در داخل خود نظام انجام بدن. این چرخش قدرت در سالهای گذشته، در 3 دهه گذشته آقای فرجی انجام گرفته. آقای خامنه‌ای تا دوره رفسنجانی قدرت مطلقه نبود که، بعد از اون تبدیل شد به قدرت مطلقه. خود همین آقای رفسنجانی هم باعثش بود. آیا الان ما باید بیاییم رفسنجانی رو رهبر معنوی بدونیم که تمامی بدبختی ما رو ایشون باعث شده و بعضی از رهبران اپوزیسیون که خودشون رو رهبر میدونن، من البته رهبر نمیدونم، با تمام احترامی که به فعالیتاشون هم قائلم، در جریان جنبش سبز دیدیم اومدن تو تریبون‌های بین‌المللی مثل صدای آمریکا آقای رفسنجانی رهبر معنوی جنبش معرفی میکردن. من اصلا واقعا میموندم که من به اینها چی باید بگم وقتی این بحثا رو مطرح. خب این جنبش رو در واقع حرکت مردم رو گمراه میکنن و از مسیرش خارج میکنن. آیا آقای رفسنجانی که با خامنه‌ای درگیره و یه مقداری منافعش به خطر افتاده سیاستاش رو عوض کرده مسبب تمام این همه مشکلات، فردا اومد قدرت بهتر از این خواهد بود؟ ما چرخش قدرت رو در جمهوری اسلامی دیدیم و هیچ وقت چیزی بهبود پیدا نکرده. آقای خاتمیش هم هیچ کاری نکرد، تمام خدمت آقای خامنه‌ای بود. بنابراین من نگران این نیستم که یه عده‌ای رفتن توی نشست‌ها در نشست‌های اپوزیسیون و خودشونو میخوان مطرح بکنن. نگران این نیستم که یه عده‌ای عقده‌های درونی خودشون رو وسط کشیدن و به خاطرش در این نشست‌ها حضور پیدا کردن که در واقع بگن ما هم وجود داریم. بله آقای اردشیر، ما زیاد فرصتی نداریم، فقط خواهش میکنم سریعتر 2 دقیقه دیگه شما فرصت دارید، بفرمایید. خواهش میکنم. من نگران این هستم آقای فرجی عزیز که امروز، یعنی نگرانی اینقدر فراتر رفته، من امروز نگران این هستم که جمهوری اسلامی در واقع برای ما آلترناتیو بسازه و آلترناتیو خودشو بیاره بیرون و ما دو دستمون باشه و یه سرمون. ما یه زمانی نگران این بودیم که بعضی گروه ها نمیدونم تمامیت ها هستن، بعضی گروه ها اشکال ایجاد میکنن، بعضی گروه ها چیزی برای عرضه کردن ندارن ولی ادعای رهبری دارن. امروز نگرانی ما از اینها هم فراتر رفته و اینها به مسائل حاشیه تبدیل شده. من امیدوار هستم که اپوزیسیون این دموکراسی خواهی و حقوق بشر رو یک مقداری جدی بگیره و فکر نکنه که دموکراسی یعنی این که با رفسنجانی بشینه یا با خاندان
رفسنجانی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی که تا دیروز در جمهوری اسلامی بودن امروز اومدن خارج و با اونها بشینه. این کاملا اشتباه، این دموکراسی خواهی نیست، این عین خیانت به دموکراسی و حقوق بشر هست و مردم بعدش بدتر خواهد شد. پیام این نشست و این کنفرانس واشنگتن هر چقدر هم مثبت باشه و هر چقدر هم این دوستان زحمت کشیده باشن، اما من نگران پشت پرده هایی هستم که ممکنه خطرناک باشه و امیدوارم دوستان ما متوجه باشن و فریب دستهای پنهان رو نخورن. جمهوری اسلامی امکانات زیاد داره و در خارج از کشور میتونه به راحتی سرمایه گذاری بکنه. سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی. متاسفانه فرصت نیست، الان باید آگهی ها پخش بشه و بعد من ادامه بدم برام. سپاس، تا هفته آینده که باز مجددا با هم صحبت میکنیم. متشکرم آقای فرید.